سلام دوستان، حالتون چطور هستش؟ تقریبا اواخر آبان ماه هستیم. از 2 سال پیش با اومدن فریماه توی آبان برای من ماه خاصی شد. امسال به مناسبت 2مین سال تولدش براش متنی نوشته بودم که دوست داشتم براش به یادگار بمونه و در واقع این متن رو برای تمام دختران دنیا نوشتم. امروز میخوام از روزی براتون بگم که همه چیز توی زندگی من عوض شد. روزی که فریماه به دنیا آمد، روزی که مادر شدم، اما نه فقط مادر یه نوزاد، بلکه مادر یه رویا، یه آینده، یه جهان کوچیک و پر از نور. یادم اون روز چقدر حس غریبی داشتم، یه ترکیب عجیبی از ترس، عشق، شوق و مسئولیت. انگار دنیا یه دفعه بزرگتر شده بود، اما در عین حال همه چیز توی لبخند کوچیک خلاصه میشد، لبخند فریماه. وقتی برای اولین بار صدای گریه‌اش رو شنیدم، حس کردم تمام صداهای دنیا توی من خاموش شدن. فقط همون یک صدا بود، صدای فریماه. اون لحظه فهمیدم از این به بعد یه بخشی از من بیرون از وجودم زندگی میکنه. یه بخشی از من نفس میکشه، رشد میکنه، یاد میگیره، میخنده، حتی زمین میخوره تا دوباره بلند بشه. من همیشه دلم میخواست فریماه دختری مستقل، قوی و بلند پرواز باشه. دختری که هیچ سقفی برای رویاهاش قائل نمیشه، که بدون میتونه دنیا رو تغییر بده، حتی اگه از یه نقطه کوچیک شروع کنه. دلم میخواد فریماه یاد بگیره که شکست پایان راه نیست، بلکه بخشی از مسیر رشد و تجربه است. من میخوام فریماه دختری باشه که به خودش ایمان داره، که وقتی به آینه نگاه میکنی یه دختر با اعتماد به نفس و درخشان ببینه، نه به خاطر ظاهرش بلکه به خاطر قلبش، فکرش و باورش به خودش. راستش مادر بودن برای من فقط یه حس لطیف و عاشقانه نیست، یه مأموریت بزرگه، یه تعهد که حتی وقتی خستم، حتی وقتی از سر کار برمیگردم و فقط دلم میخواد استراحت کنم، باز یادم میفته که یه جایی یه دختر کوچولو چشم به من دوخته تا ببینه چطور زندگی میکنم. من یه زن شاغلم، کار میکنم، تلاش میکنم و گاهی واقعا از پا میافتم، اما همیشه توی ذهنم یه جمله است: من باید به فریماه نشون بدم که زن میتونه هم مادر باشه، هم موفق، هم قوی و هم مهربون. زن میتونه دنیا رو بسازه، حتی اگر 1000 کار روی دوشش باشه. من میخوام اون بفهمه که موفقیت فقط به معنی رسیدن به هدفها نیست، بلکه به معنی متعادل کردن عشق، کار، رشد و آرامشه. گاهی با خودم فکر میکنم که میتونم بهترین کودکی و نوجوانی و جوانی رو براش بسازم. شاید نه کامل، اما با تمام وجودم تلاش میکنم. میخوام وقتی بزرگ بشه بگه مامانم همیشه برام بود. شاید همیشه کنارم نبود، ولی همیشه با من بود. میخوام براش الگو باشم، نه فقط با حرف، بلکه با عمل. میخوام ببینه چطور یه زن حتی وقتی میترسه باز ادامه میده. چطور یه زن حتی وقتی زمین میخوره باز بلند میشه. میخوام یاد بگیره که قدرت واقعی در مهربونی و در پایدار بودنه. فریماه جان، اگه یه روز این ویدیو رو دیدی، بدون که از همون لحظه‌ای که صداتو شنیدم تصمیم گرفتم بهترین نسخه خودم باشم. نه فقط برای خودم، بلکه برای تو. تو دلیل لبخند منی، دلیل خستگی ناپذیر بودنم، دلیل اینکه هر روز با امید از خواب بیدار بشم. میخوام باهات بخندم، بازی کنم، کتاب بخونم، نقاشی کنم، زیر بارون بدوم، کیک بپزیم با هم، از زندگی لذت ببریم. میخوام کودکیت پر از خاطره های رنگی باشه. میخوام وقتی بزرگ شدی بدونی که عشق واقعی با تلاش ساخته میشه. من برای تو میجنگم، برای آیندت، برای آرامشت، برای اینکه بتونی با اطمینان بگی من یه مادری داشتم که باورم داشت. و به همه مادرایی که الان دارن این ویدیو رو میبینن میخوام بگم ما کامل نیستیم، اما عشق ما به بچه‌هامون کامل ترین چیز دنیاست. مهم نیست چقدر خسته ایم، چقدر گاهی احساس کمبود میکنیم. مهم اینه که هر روز با عشق یه قدم کوچیک برای ساختن آینده بهتر برمی‌داریم. فریماه عزیزم، تو فقط دختر من نیستی، تو دلیل محکم‌تر شدن منی و دلیل ادامه دادن من هستی. دلیل این که یاد گرفتم هیچ وقت تسلیم نشم، حتی در بدترین شرایط. و قول میدم تا وقتی نفس میکشم دورت رو با عشق و امنیت و امید پر کنم. تولدت مبارک عشق من. به دنیای من خوش اومدی، دنیایی که قطعاً با اومدنت خیلی زیباتر شد. مرسی.